درود بر شما آقای شالگونی و ممنون از اینکه باز هم در برنامه ما شرکت کردید. و سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون آسوسات. زنده باشید، در خدمتتون هستم. بله آقای شالگونی، اولین سوال من امروز در رابطه با مواضع اخیر آقای کروبی هستش در خصوص به رسمیت شناختن دولت احمدی نژاد که در یکی دو روز گذشته هم همسر میرحسین موسوی زهرا رهنورد و پسر مهدی کروبی اظهار کردند که معامله و سازشی در کار نیست و ما بر سر مواضع خود هستیم. نظر شما در این زمینه چیه؟ ببینید، پیشرفت جنبش مردم، جنبش ضد دیکتاتوری مردم، خب تناقضات خاصی رو در داخل اصلاح طلبان به وجود آورده. این غیر قابل انکار هستش. اینها ناگزیر هستند و خودشون رو متعهد میدونند و متعهد هم هستن واقعا که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو داشته باشند و در حال سقوط حکومت برای اینها نتایج نامطلوبی به وجود میاره. این درش تردیدی نیست. به نظر من این توقع که گویا اصلاح طلبان حکومتی میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا حتی ولایت فقیه بیفته، یک توهم به اصلاح بیپایه، یک توهم واقعا هستند. چنین چیزی وجود نداره. اکثریت اینها بایستی مدام اینو گفت، تکرار کرد و بر روش تاکید کرد که اینها در حفظ نظام منافعی دارن، منافع انکار ناپذیری دارن. وقتی جمهوری اسلامی به سرنگون بشه چیزی به اینها نمیرسه، کسی سراغ اینها دیگه نمیره. اینها در بهترین حالت به حاشیه میدان سیاست رانده میشوند. بنابراینه که اینها اولین نکته‌ای که بایستی توجه بکنیم اینه که اینها در حفظ جمهوری اسلامی منافع غیر قابل انکاری دارند. نه تنها اینا، من به نظرم حتی خیلی از اونهایی که اصلا در حکومت نبودند ولی جریانهای اسلامی هستند قاعدتا در میابند که با سقوط دولت جمهوری اسلامی رژیم، دولت هر نوع دولت دینی، هر نوع دولتی که هر جریانی که به نحوی از آنها خودش رو یه جریان مذهبی میبینه آسیب میبینه، برای مدتی لااقل تضعیف میشه. درش تردیدی نباید داشت. یه چنین وضعیتی که وضعیت متناقضیه برای اصلاح طلبها به وجود اومده. چنین وضعیتی خب طبیعیه که اینها رو زیر فشار میذاره. از یه طرف در واقع فشار مردم هست که هی جلو رفته، اعتراضات و شعارها عمق پیدا کردند و از طرف دیگه اینها از طرف دستگاه ولایت فقیه زیر فشار هستند. یعنی در واقع منگنه میشن از طرف این دوتا نیرو بین مردم که از طرف مردم که دیگه نظام ولایت فقیه رو صریح که در شعارهاشون میگن نمیخوان و خود ولایت فقیه، دستگاه ولایت فقیه که به اینها میگه تکلیفتون رو روشن بکنید. بنابراینه که به نظر من تناقض‌گویی ها و شل و سفکن هایی رو که شاهد هستیم طبیعی است و قابل فهمه. یعنی واقعیت مسئله این هست که جنبش فراتر از اون رفته که حالا دیگه رهبری تحت رهبری کامل اصلاح طلبان بتونه پیش بره. از اینها جلوتر رفته. به این خاطره که میبینید که موسوی در اون بیانیه شماره 17 گفت ما نیستیم، ما حتی فراخوان هم نمیدیم، مردم میان شعارهاشون رو میدن، شما میخواید جلوشو بگیرید باید یک سلسله اصلاحات، یه تغییراتی بکنید که پیشنهاداتی هم داد 5 ماده که یه سلسله بگیر و ببنده ها رو کند بکنید و از این داستان ها. و حتی به مسئله دیگه انتخابات اشاره نکرد. این مسئله رو به وجود میاره که خب شما بالاخره انتخابات رو قبول دارید یا نه. واقعیت اینه که مسئله انتخابات دیگه مسئله نیست، نه مسئله مردم هست، نه مسئله اصلاح طلبان هست، چون از این چیزها گذشته. برای اصلاح طلبها بود و نبودشون مطرحه که آیا خواهند بود، اصلا اجازه فعالیت به اینها اصلا داده خواهد شد. به نظر من عملا اگر مردم پس بکشن، این سرکوب بشه، این جنبش بزرگ توده‌ای سرکوب بشه، کسی عریضه اصلاح طلبان رو نمیخونه که. بنابراینه که اونها
مجبورن از یه طرف از خواسته های مردم صحبت کنن. میبینید که همین چه شما میگفتی که بچه همین آقای کروبی اومده گفته نه بابام این حرفا رو نزده و کاملا معتقد هست که بایستی از رأی مردم حفاظت بشه و از این داستان ها. یا مثلا همسر آقای موسوی اومده میگه که نه ما چیزو قبول نداریم، انتخابات تقلب شده. یا مثلا حرفهایی که کروبی زده در جایی که گفته بیانیه‌ای میدم که حالا نظراتم رو در اونجا خواهم گفت و این داستان ها. ولی به نظر من این تناقضات قابل فهم هستش. واقعیت اینه که خود این جنبشی که شروع شد اصلا بعد از انتخابات ورشکستگی نشانه و نتیجه ورشکستگی گفتمان اصلاح طلبی بود. دوره اصلاحات تمام شده. بالکل اصلا این زبان، این گفتار، این دیسکورس ورشکسته شده است. منتها نه اینکه اینها خودشون به مخالفت رانده شدن و مردم به دم دستترین امکانات متوسل میشن، طبیعی بود که خب از اینها استفاده بکنن. این یه مسئله هستش. واقعیتی که من میبینم عبارت از اینه که در قدم‌های بعدی اینها کنار گذاشته خواهند شد. یعنی اینا محکوم هستن کنار گذاشته بشن. حالا هر کاری بکنن یا طرف مردم بیستند، باز شعارهایی مطرح خواهد شد که شعارهای اینها نیست انصافا، یا در طرف حکومت قرار بگیرن و بگن اصل ولایت فقیه رو قبول دارن. همونطور که آقای کروبی گفته دولت چون ولی فقیه تنفیذش کرده به هر حال دولت هستش، یه اون طرف بغلطن بازم پایشون رو از دست خواهند داد. مسئله دیگه این نیست. به نظر من مسئله عبارت از این هست که آیا ما بایستی این رو شتاب بدیم یا نه؟ مسئله به اصلاح طلبان رو طرد کنیم، حملات رو متمرکز بکنیم روی اصلاح طلبا یا نه؟ به نظر من این اشتباهه. اصلاح طلبان کاری نیستن. مسئله جنبش و نقطه مرکزی جنبش، به اصطلاح مسئله محوری جنبش اینها نیست. مسئله باید از اینه که آیا دامنه جنبش با آهنگی متناسب با ژرفش شعارهای آن گسترش پیدا میکنه یا نه. اگر پیدا نکنه با یک سلسله بنبست ها روبرو خواهیم شد. یعنی این که توازن قوا به صورت کیفی آیا تغییر پیدا خواهد کرد که جنبش خودش رو از زیر هر نوع پوشش اصلاح طلبی خارج بکنه یا نه. واقعیت اینه که شعارهای محوری جنبش حالا دیگه شعارهای اصلاح طلبان نیست، شعارهای براندازیه. ولی پوشش اصلاح طلبان رو هنوز به اصطلاح به کار میگیره جنبش. این نتیجه چه هستش؟ نتیجه اینه که دامنه توده جنبش متناسب با این هنوز گسترش پیدا نکرده. این البته سرکوب ها، بگیر و ببند ها، کشتارها اثر داره. ولی اگر در حرکت ها و قدم های بعدی جنبش بتونه این مانع رو از میان برداره و در واقع به پوشش های اصلاح طلبان و به زیرساختهای ارتباطی و سازمانی اونها خودش رو بی نیاز ببینه از این چیزها، خب طبیعیه چون موقع مسئله اصلاح طلبان دیگه مسئله نخواهد بود. ولی اگر ما بخواهیم که بگیم که خوبه که اینها فعلا این کار اصلا برن حملهمون رو بذاریم روی اصلاح طلبان، مثلا معناش دو تا چیزه. یکی اینه که گویا میخواهیم که اینها اصلا تو جنبش نباشن. چرا باید این کار رو بخواهیم در حالی که مثلا سلطنت طلبا هم در جنبش هستند، مثلا طرفداران مداخله آمریکا هم در جنبش هستند، چرا اصلاح طلبان نباشن؟ خب بذارید اونها هم باشن. یک معنای دیگرش اینه که گویا ما توهمی داریم به اصلاح طلبا که اصلاح طلبا به مردم خیانت کردن و حالا میگن که ما طرف ولایت فقیه رو گرفتیم. اصلاح طلبان انصافا از اول گفتن که طرفدار قانون اساسی هستن، ولایت فقیه هستن. همین آقای کروبی یادتون باشه در مجلس ششم وقتی که خامنه‌ای یه دستور داد که مجلس رو منع کرد از تصویب یک قانونی درباره مطبوعات، گفت که این حکم حکومتی ولایت فقیه کرده. همین اینا قبول دارن. اصلا اینها حتی با منتظری موسوی و کروبی در افتادن اون موقع بر سر اعتراض موسوی به اصطلاح منتظری در قبال اون کشتارهایی که دستورش رو خمینی داده بود. پس بنابراین اینا پروندهشون روشنه. توهم نباید داشته باشیم. اعتراضات خیلی داغ علیه اینها که گویا اینها پس کشیدن، این توهم رو خاناخا در پس ذهن هر کسی
به اصطلاح فعال میکنه که گویا اینها اصلا مخالف نظام بودن. واقعیت اینه که اینا مخالف نظام نبودن.